بسیار خوب داشتیم میگفتیم مثلا قضیه ترکید رفت قراره که بریم اونجا. خب باید با مسئول نقلیمون بریم دیگه چاره نیست. اینجاست اون کله دنیا پاک کردی من بیام سراغت. مشکل ولش برم اون ورتم اینم میاد درست میاد هی میزنم این داوره مثل تو چون یکی گیر کرده. ای بابا تو داوره تو چون یکی گیر کرده این ماشین تو چون کامیونه هنوز گیر کرده ولم کن بیا اینه درست بیا دفعه از چون نیا صاف بیا راحت بیا اون وقت خیابون پاک کرد. ببین این واقعا یه مرگش هست نمیدونم این ماشین من گاهی وقتا چش میشه واقعا. خب همینجاست. اینجا چیه؟ اینجا آشنا نیست برام. چی شد؟ تاگ کلاوزه بیا تاگ کلاوزه بیا بیا کون گنده خب فکرم باید با یه سری چیزای دیگه پذیرایش میکنم بس دیگه فعلا یکم با این حالشون بگیرم. خب نشد دیگه بخوای اذیت کنی یا بسیار عالی. عشق منی تو جون برقصا شاه تر برقصا جان این تیربار برقصا ای خوش کیون برقصا البته ای کیون تنگ برقصا. بله این همه آدم به خاک خون کشیدن حقشونه. خب اینجا چی بود؟ اینجا حقمه درسته اینجا حقمه این سیشینگی لعنتی بیاد سراغم ولی مره نباید با این تاگه کلاس هم صحبت میشه. خب عاشق این دیوارم البته کلن دیوارم خیلی خب اینم نگاه کشون تنگ تنگ. خب اینجا چیز خاصیه آره زمین خبرهایه. خب از این طرف که نیست از این طرف بلا خب قرار میکنه از ترس کونو در بله دیگه پاره شد کونه جل بخور با انفجار. خیلی خوب بله آزمایشگاه اینجا باید میترکوندم تو زن ترکوندم و همون شدی کردم. معمولتمون همین بود که این آزمایشگاه مواد مخدر را به چخ ببردیم از این برد هرچند امشب خیلی خماری میکشن ولی خب میشه سرد یعنی بده ولی خب اینجا یکی بود اینجا نه ترس بابا از ترس کنو در بسیار عالی. این و
برای رو زدم اینم نیم برای میکشی یا نه البته کوکیده شون نمیدونم خدا آیکی گاهی وقتا معلوم نیست خب اینم از این اینجا رو ببینه خدا چه روزی افتاد هنوز مثل که بازم هستم مهم نیست ما کارم ولی برگشتن رو نمیدونم از اون طرف چون خیلی سخته خب اینجا یه چیزی داره خب میریم به جلو بله این آهنگی که گوش کردید وقتی که داریم با تاگو کلاس فایت میدیم همچه آهنگی داریم ولی بازم میگم ملستروم آهنگش باحال‌تره وقتی داریم جون پیکا رو میزنیم بهتره خیلی خوب بریم آقا بریم این آهنگش شده یا نه بود متوجه برگشتیم اینجا یه رو خیلی راهکار خیلی جالبی یه راهکار بهتر هم داره خب بله از این طرف نبود والله باتی کردم رو بر بود آینه بسیار خوب دیوار میزنیمش استرالی من داریم خب این هم یه زمین هم یکی بود بعد خب بدش کن بس این هم از این خب باید سب چی شد؟ مثل این که مأموریت همون تموم شد No more lab, just like the doctor ordered. Of course, let's not kid ourselves. Glitter's here to stay. But at least we hit the fuckers making it where it hurts. Oh, one last thing. Arati asked me to thank you. Said she's very grateful. So thanks. Catch you later. بسیار عالی. خب دوستان مأموریت ها اینجا به اتمام میرسه. خب دوستان ما دیگه فعلا پیش آقای دکتر رفته بودیم و یکم خودمون ارتقا داده بودیم و الان میخوایم یه جورایی بریم یه جورایی که نه واقعا میخوایم بریم پیش آقای پیش چون قهوه کلمبه آقای دکستر که این حرف حسابش چی این دن سرویس خب بله با لیموزینش لیموزین هم نیست به کار تنها بداش رافه رو برم خدا بکی بله خفه‌مون کردی سیگار رو بیرون بکش Yo, Miss V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed.
Let's roll. واقعا میشه. Mind if I ask you something right off the bangle? اصلا. Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory smelling near like posies without seeing your 30th? You're either somebody or you fizzle out into nothing. Night City don't let you choose. Oh, but it does. See, in my line of work, I choose to be Mr. Chill. But folk who try to take advantage, well, they see the beast inside. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scaffold. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Oh. Simple. Guessing it belongs to a corp? Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. No problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Miss V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Besides that, I'm no leadhead. Ain't gonna leave no trace for them to follow, because we're gonna do this clean and on the hush-hush. We understand each other? You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, a.k.a. Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Okay. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Okay. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Miss V. Quiet life or blaze of glory? Later now.
کارت میگه. لبلاپ میشویم و بعدم به حد 13 میرسیم. این کافی توانید فهمید تا اینجا. مهم بدن. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a naga. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it, then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had to switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Chingon. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? I say we knock on Maelstrom's door first. Pound, actually. In that case, I'll hit the all foods. Put my nose to the ground. Okay. To the ground. Hasta luego. دوستان اینجا اول خانومه که اینجاست یه ماموریت فرعیه که باید حتما بهش بکنم پیشش قضیه حل بشه. اینجا T-Bug sent me. Said you'd have something for me. Your V. She had me hold the D. It should work on any 3rd gen deck. Okay. Glad to grab a demon always. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. You might extract some shimsoft or subroutines. Seems worth a try, either way. اول بازی میشه اینا میشه شد ولی خب همین الان هم اوکی. خب این اجزای حرکت اینکه 3 رو بگیریم بهتره و ای بابا خب بهتر شد. خب این واسه هک دیگه کلا لباسای هکی و این چیزاست خیلی باحاله و این خیلی باحاله با کنار حافظه نمیفهمه ولی میمیره و این کنتیجین رو گرفتیم داریم رسما آتیش زدن به مردن ولی خوبه. خب ببین دیمن همون ویروسه میدید پینگ همه این چیزایی که بود نبش میگن ویروس ببخشید میگن دیمن خب این وصل بشیم و چیکار میکنیم؟ کلی با همین خب این وصل بشیم و چی میشه؟ ما کلن داره میگه آره مثلا به این وصل بشیم میتونیم استخراج کنیم این چیزا رو که یه چیز چرتی بله دوستان این هم مثل همون یعنی اجزای هک مثل اجزای معمولیه که به اولین از همه سوزش سیناپسیه و بعد فلج کردن و بعد حالا بیشتر استخراج کردیم بیشتر هم سراغش میریم ولی خب فعلا همینه کافیه. این سوزش سیناپسی میاد جای کنتیجین میاد این بیا جایی بهتره که جای تومر این بیاد و این هم جای این جوره چون معمولیتی که میخواید بریم هجومیه دیگه مخفی کاری نیست. خب این چشمی که هست باعث میشه که هک سریع انجام تر بشه و این چیزا و لباسی که میپوشیم یه لباس کلن نمیپوشیم خیلی خوب. خب بله خب این از این دیگه دامن فایده نداره دیگه شلوار معمولی بپوشیم و یکم اوضاعمون رو عوض کنیم دیگه نفی فایده نداره یه جوری شد ولی خب چاره‌ای هم نیست. خب و اما اصلا این تیبا بهتره تا اون یکی
اینم بذاریم جای این کدوم تیربار این دفعه تیرباری باشیم و شوتگان رو بزنیم بره اینم بره این بهتره یه چیز از مهندسی هم داشته باشه و اما این شد نه خوب بوده قبلا بوده اون دست Got anything Nova for sale? If you can afford it, yes. آره یه چند تا چیز دیگه میگیریم ازش البته ببخشید بگیریم یعنی پولش رو بگیریم همش دیگه میشه یه آدم پول بالای درستان اومد How's this work? Any punk off the street can waltz in here, grab some shit. Got somewhere else to be. خیلی الان قراره که بریم پیش خانوم مرزلوتی من قبلش بریم سایبر ویر یعنی چه قراره که کلم رم کامپیوتر رو تو کلم علاوه بر اون یک کمی سایبر افزار دیگه بگیریم اگه جا داشته باشیم که خدا رو شکر نداریم هیچی هم نداریم خیلی خوب ای بابا جا نداریم نمیشه خب اینم که بوچی بابا بیخی نمایت یه حالت بعدیش رد شد الان رفتش که ما بریم پیش نمیستونم که قبلش باید بریم پیش اون زنه